اگر با موتور تصادفی بشه بیمه داشته باشه ولی گواهینامه نداشته باشه، به کسی نخوره، خودش بخوره زمین به چه صورته و اینکه اگر به کسی بزنه موقع به چه صورت میشه. چالش هر روز یه سوال بیمه ای تا ببینیم چند کا میشی. تو حالتی که گواهینامه نداشته باشه بزنه به یه شخصی، شرکت بیمه میاد خسارت طرفو پرداخت میکنه، بعدش از خود این راننده میگیره. تو موردی هم که خودش آسیب ببینه هیچی دستشو نمیگیره، بیمه هیچ تعهدی اصلا نمیده. واقعا با اومدن گواهینامه یه روزه اصلا نمیفهمم چطور هستن هنوز موتور سوارایی که گواهینامه ندارن. یعنی هم خودشونو هم بقیه رو بدبخت میکنن و فکر میکنم فقط حالا سرشلوغی، تنبلی دلیلش نمیدونم چی میتونه باشه. هزینه‌ش هم 700 تومانه، یه روز هم ازت بیشتر وقت نمیگیره. نمیدونم چی گیری دیگه ای هست هنوز ملت بدون گواهینامه موتور رو باش حرکت میکنه. شما هم نظرتون رو بگین. یه سر به پیجم بزن، جواب سوال تو هم حتما تو پستم هست.